سلام و درود به تمامی بچه‌های کانال AMK. بازی که امروز براتون آوردم بازی سفر در جاده زامبی‌های همونطور که مشاهده می‌کنید. بازی گرافیکش فانتزیه، 54 مگابایت فکر کنم 56 مگابایت حجمش که حجم فوق‌العاده کمیه نسبت به خودش. نمره بازی 4/4 داخل مارکت که اگر از من نمره بخوایم بهش 4 میدم، ولی اگه بخوایم همه چیز رو حساب بکنیم میتونم بهش 5 بدم به خاطر اینکه حجمش فوق‌العاده کمه. بازی آفلاینه. بعضی از سایت ها میگن که بازی داخل سبک اکشنه، ولی خب اشتباه، سبکش رانندگیه همونطور که مایکت میگه. و حالا براتون توضیح میدم که چرا بعضی میگن اکشنه. بازی در اندروید بالای 3 احتیاج داره که الان از اوراقیا باید اندروید 3 رو پیدا بکنید و خب اندروید فوق العاده کمیه. این بود از توضیحات امروز. اگر نظری در مورد صدا، تصویر و کلا نوع توضیح دادنم دارین بهم بگین، حتما همه نظرها رو میخونم.